کودک در شعبه جراحی جان به جان آفرین تسلیم می کرد و یکی از جراحان به گوش کودک نزدیک شده خواهش کرد: بچه جان، کلمه شهادت بخوان جنتی می شوی. پسر بچه سرش را جنبانید اما کلمه را به زبان نیاورد. جراح باز دویم باره سختتر به آهنگ تنبیه تکرار نمود: بچم، سخنم را رد نکن، کلمه را بگو. سخن آخرین کسی که لا اله الا الله باشد به او دوزخ حرام می گردد. کلمه را بگو پسرم. کودک خیلی از حال رفته بود و چشمانش آهسته محکم می شدند. در حالت جاندهی بود و باز سرش را جنبانید اما کلمه را باز هم به زبان نیاورد. در این وقت جراح با سخن نرم سیوم باره از کودک التماس کلمه گفتن کرد: جان و جیگرم باشی، بچه جان، کلمه به زبان آر، یکی دوزخی نگردی، بگو لا اله الا الله. کودک تمامی هستیش را جمع نموده کلمه را گفت: لا اله الا الله محمد رسول الله گفت. پس از این کودک آهسته جان به جان آفرین سپارید. کلمه گفتن جگربندش را شنیده مادرش فریاد زنان زار زار گریه کرد. جراح از مادر کودک پرسید: برای چی فرزندتان وقتی 2 مراتب مراجعت کردنم کلمه را به زبان نیاورد؟ مادر کودک با اشکان 6 قطار جواب داد: فرزند من بی زبان بود، سخن گفتن نمی توانست.